نمیدانم به گنج تاجیکستان چی دعا رفته است که دزدش محترم صاحب خزینه متهم باشد. دزد میگه امروز محترم پیشوا خوش آمدی. صاحب خزینه آدمی با عقل علم میگه متهمه که دزدش محترم صاحب خزینه متهم باشد. برادر الماس در استریم کسب شد داخلش کنم. گپی حق. سلام علیکم. سلام علیکم آقا. و علیکم السلام. ساز خوبه نکرد چه ساز؟ تشکر. بیزیویش همه میدوننش فلاق فلاق شومید نمیخلی همه پریاد نه نگاه همه کار خوبه. ای برادر با فیرم دگی جویا که خواه خوش ابو باندید. خوش ما خودم بدور شبیار. ابو باندید سلام علیکم بفرمو. علیکم سلام. خوبه تیجه سوزه؟ تشکر. جمشید نکیم برفاک فجی موندی قوری برفاک فجی موندی نکیم یک چی خرسان شید هم برفاک بو پاد همی شوگیردی ما اگه جو پیدا شید همون نمی سبروره ما هم نمی زده سخان دارم هم نمی سبروره نه بیست ای کمی هست همیت میتقوی من مالی مورا شنوخ بخدو کیت برادری از ای کدوم تیره تو نمیتونی اکانت روشنی بندوز تمام. ای بچه باور که دو دستی برفاک فای خوب بیرون شید ای تو صغیره اگه جفتی شویر شدی بایدار اگه جفتی چی گپای ساوخوز تینجا ایش که رامون نکشتن و بود نکده چی گپای گیرد ورده برافای ای کدام بده هم تیراتوری ما ساغرایی را ما آوازش ها شینوس اومد همی سرده قگم میزد. خب و برافو برادر نمیدونم سبب در چی بود که پرتاف کلابی بفرمو. او کار شدید برا بیو. سلام علیکم. و علیکم السلام. الو این همی کوه یک ولیش خیال گوش کن برادر عزیز. این میدانی سیاست میدان مبارزه. خب بیجا ما وقت ما صرف کسم برادر الماس ما جبو کم کم نویسته سم بیننده برادر عزیز موزیکا ترق پرق یا جوی نرمال پاپاتسنسکی انتخاب که بدروب گفت تبزا ببرو برا بفهمی شما موزیکا ترق پرق چی خطا ازدیواسه کسی برادر عزیز ها ما آیو دیسکاتیکو آیو موزیکایی که ما بزرگیم آیو برادر عزیز ما میخوایم چیزی نو یا چیزی تازه با گوش مردم برسونیم مردم تماشا دارن مورد مردم کودکاشون قطعی فرزندو قطعی یک تلویزیون شما برادر از میدونه موزیکا و واقعا دیونه شما چین یک کم در تازه مقصد داخلی میدانشین که دست برادر جمشید قبول شو کنیم یتا خوش بیا یک نفر بیا. سلام علیکم. بعدی فاروق خالید تیوری طبیعی. بیا فاروق جان. سلام علیکم اکای جمشید اکای یا سکون بیا گپ تبزه یا سکون بخشش اکای الماس من یک خطاب اکای الماس بخد دارم. بفرمون. فقط دشنام تحقیر نباشد قبول های. نه دشنام تحقیر نه چی ما اجاگم بوده که ما خالی گپ میزنیم. ما برای چی گفته استم که وقتی که افیر کی کدی التماس همه تلفن تا بگی یعنی من افیر تا تمام که بعد می تلفن چه ایجا میبره اوجا میبره ایجا میبره نمیمونه یک کس کنترلی رو نمیکنی همین استودیا را بهش گفته استم تا همین را کنترلی رو که بگم تلفن تا گم کوسه یعنی ما که من مردم یمی اکای جمشید خوشم گاو میزنه این برچکه میگه تا که کنترلی رو که کنترلی که سرانو میبروی میری برای اول چند بار در اومدم جای قبول نمیکنی. من خواهد گاب دارم من یکم گاب ندارم میگه من گفتم بیام گاب زم دل مخنق کنم ها قبول های اخی قبول های اخی 100% شید دوای گاب نی
خب خالد برادر سلام علیکم. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. умедворам хуб ҳастӣ бародар Алмаз, бародар Ҷамшед. шери аллоҳ забонта буро гардона, шери конкрет нигуфтӣ. гури Марьям бадтар дар гирифт короче. аллоҳ ҳифзат кина бародарҷон. ман як хитоби урусӣ мекунам, чтобы весь ҷаҳон фаҳма. Эмомалӣ Шарипович Раҳмонов, президент Республика Таҷикистан, террорист номер 1. Запомните, народ. Это таджики народы. Не террористы. Террорист, экстремист. Это сам Рахмонов. Эмомалӣ Раҳмонов террорист. Эмомалӣ Раҳмонов 1 миллион тоҷика террор кард. Бадахшона террор кард. 2 бор террор кард Бадахшона. мардуморо якта террор кардаста. Террор маънеш одамкуш. И Раҳмонов хичай террорист. Раҳмонов террорист. Раҳмонов ба дасти دیگه دولت‌ها ملتش گم کردن تروریست گفته نیمشه خودشون باقی مونده بیرون ایوطن با یاردمی اروپا و خارجه شینوندنی که همیو پاگا گوری مرا نکنن گفته اوجه چوست بود که دسته رحمانوف پیروزی نزدیکه انشاءالله. فقط گز بجقین برادرها بیدار شوین انشاءالله پیروزی در دست خودمونه. یک چی میگم؟ بله برادر. سیستم از ظالمانه رحمانوف ما یک چی تو میگیم. ما اولش در همه جا آدم داریم. بعدا هر یک مکر و نقشه که میکشین که هدفتون برای چی شما را با آخر به سر بلا نمیرسه، برای که هدفتون رو پاکه برزید صاف بیچوره کم بغل و هر یک نقشه و برنامه و عملای پلید غیجی نامردی کثیف شما را میدونیم ظالم خوشرو میدونیم. وقتی که در روسیه مبارزه امروز زیدد همون کسی بودی که یتیمو پاتروش نزنگ زده کنه من شریف فکی یک زندگی عادی داشتم گریه کده که دایتی شریف اون نمایو چست نمایو دستای نسلزید مایو دوچکا شلوخا پرسود که نزواید اتو پیتوخ در تایف کد برادر تیجه چی وچای برادر عبدالرحمن نولنو را ای شوخه سرنگونی رحمانوف علاکه برادر عزیز شروش دگه شروع دیگه 100%. برادرو بدخشانی خطلانی زرفشانی نوع توبه مرکزی که جای باشه نباشه بخپین بیا زیدگرمو نمیزنیم به عقلمو در دور هسته کودکا نمیفهمن کمه شروع کلانو را میفهمونیم که ما مینیم با سر بلند و وطن ما زندگی میکنیم انشاءالله برادر انشاءالله. ایورا ما برادره سرشون میکنیم میگیم وطن ملت ایش سرزمین بابا اجدادی ما و شما چیکو کردین اینجا؟ با خدا قسم برادرو فتنه و تفریقه دینی و دنیایی را دور کنین که به هدف ما میرسیم. سلامت باشی برادر عزیزم گفتنی باشی در آخر بفرمایید که نه برادر عزیز استعفا رحمانوف تروریست نمره 1. تمام. خب تشکر زیاد برادر عزیز. خب میریم آرام. سلام علیکم آرام بفرما. خب آرام نیست. میریم مهاجر. سلام علیکم اکو. و علیکم السلام. اکا جمشید اکا جان کدی خود چخه یک سیاست زبوریم اکا یک مسئله شیدگه همون را مسئولیت کردن در کار یک مسئولیت پرسیدن در کار شما اکا سروشنی. چی میگه تقایم؟ چی گپه تقایم؟ بفرما. سلام علیکم. تینجی ای؟ ما تقاید نیستم اکا ما دودارتم. دودار خیلی تولد چند ای؟ 98 اکا. تمام. چی مشکلی چی گپه برادر عزیز؟ اکا مشکلی است که مقصد ضررش ممکنه که با دیگران رسه همون مسئله را گپ زدن در کار اکا. گپ زو آزادی برادر عزیز بیا. نه ما فهمیدم آزادم اکا ما روسیه دایم اکا. چیکار کنیم برادر عزیز؟ نمره همین الماس شخصی جام جا هست برادر عزیز. داو جا برو کن. نه گپ زدن نتونی. نه ما اکا کتی خودت گپ زدنیم. گپ زدن در شخصی میخوای بروی. او رقماتو اکا ممکنه بگیریم. اکا الماس برو فهمیدی برادر عزیز در شخصی ما برو خدونه گابون یک کس قبول برادر الماس. خب ای برادر برافت. شهر تو سلام علیکم.
وعلیکم السلام. خراشون زیاد. سلام علیکم اکا. و علیکم السلام. اکا میتونم یک 3-4 دقیقه گپ زنم صحبت کنم؟ چی با نمی به دشتان به تحقیر باشه یک ساعت گپ میزنی. باید جو آروم بگی یک کمی برادر عزیز صداتون میگم خراش شد. یک جو آروم بگی برادر جان. در جای کارم همیشه بعد از 5 دقیقه بدرم. بهمی خوب شد گپ برادر عزیز که شاید بعد وقت هست ما شاید خارج شیم برادر عزیز. جو 3 ساعت 24 minut ما در این استریمیم. واکا هم گپ دارم لیکن نمیدونم که اینجا سر کنه. برادر یه جا سر کن. عزیز برادر جان بیا. مختصر گپ زن. اینویه شانیتوز میشم که در مکتب میخونده می اومدم برای یک نسکیه که کوتاه های برای همون میگرفتن عدل می بردن اشتراف میکردن برای همین میگم هیچ کلکی حکومت باشه که خیلی میکنن مردم هم در خونه ما سوید نیست اینی حال نیست سوید در نوحیه شهری توست مردم ابراهیم میگن که سوید هست در همه جای تاجیکستان سویتان و میایم ببرن ببینش که برادر این فقره میگونم میشوه کو خوب میشوه سویتان و میایم ببرن برای که میگن که فرزند و بگه که ای مسکو بیایه خدمت کنن خونه و میایم دشنا میکنن همه را همو نمرای تلفن‌های همو ستمگر ظالما را واتساپ تلگرام و شوشه التماس با طریق الماس ما در روی ترند التماس میکنم ما خدا نگهبان باشه برادر عزیز چون که آوازتون در جای کورم فهمیدم خدا نگهبانت ما مردم بله خیلی کجور همه چی کباب برای گوش کردن زینه باشی ما مردم با شما چی خطاب میکنم ببینین در منطقه هست که اون ملایی که با مردم کار ندارن مسجد میره و نماز میگذارن یا منم با او کار ندارم یک شو یک کار در تاریخ مبارزه ما برادر گذاشته نقلتون میکنم ما یک ملای بسیار دیوز بناموس شیطان دادراش همه تورمچ که بنگی ونیم دزدش پنه خودش بالا اوده که ملا کمیته امنیت میبرش یک چند سال پیش در مسجد امام ملا شاقربانش میگن از شاید همین زپی سبرا نشونش بدن همسایه ایو قدر نیست وظیفه‌اش میته در همونجا میگه خیر مسجد باشو در مسجد چیکار میکنه سوالش میتن جواب نمیته گپ میزنه دین زوری میکنه میگه که من خودم سودم پروکورم داخلیم امنیت میبرم ترمه همه جا دست خمای شب بود خبر از تاجیکستان افتاد نمره تلفن شبتین نمره تلفنش گرفتم الله شاهد باشه که اگر من چیز دروغ میگم مردم وقتی که من در روسیه مبارزه امروز نمره دستیم کار میکرد با همون نمره دستیم با چاپلوسا رو من ویز میدم که در همین نمره زنگ بزن و در همین نمره واتساپ تلگرام چی دارم ایمو شب بود زنگ زدم در نمره دستیش با نمره روسیه من میدونم نمره مرا در اون طرف گوش میکنن حتما نمره ملام در همون جا که کمیته امنیت را گوش میکنن همین زنگ زدم نیم شب ساعت 12 شب روسیه بود و وقتی مسکو اونجا سما سبای دیر شگه ملو همین خبر داشتم سلام علیکم و علیکم سلام گفتم بابای ملو همین جناب علی پیون مردگی ای جنازش کان درسته یا نه همین تا آرام تره درسته گفتم چخیل پیون مردگی ای گفتی گوش که حضرت صلی الله علیه و سلام با همین تا وجود برد 4 کسا آوردن پیون بود حتی زاپیساش در دست بچه هسته و اینا مردم یارو در همین جمعه مونو گوش میکنین هیچ چیزو با خدا قسمه دلیل حجت هسته گفت که حضرت صلی الله همین خیر تا وجود پیغمبر آوردن 4 نفر گفتن مرده در حالت مدوشی پیون گفتم ای قوم خمونه ای پیغمبر گفت که ای قوم خمونه ای گفتن ای پیغمبر ای قوم خمونه گفتم برین گروش کنین روای همین تا آرام جواب داد خیلی گفتم ما اگر بریم گروش میکنیم جنداش میکنیم سحری میبرش کمیته امنیت در این ولایت ختلان برای کمیته امنیت تازیق میکنه ما دروغای ملورا ده تا ماچ که میکنه پاپاتسانس که میفهمونه شکی تو کسافت کسرت
باید آرام و باید میخواستین ما زوری میکرد تاخیر داشت شما که گرین بدن چنین شما عدالت خواه ما را بیدار کردم که او گپش زد مذهب شکاگیم اونجا گوش کردن بعدا خبر میویا یکی از همون بگیم گیرد وانه با ملوکی